ظهرتون بخیر، هر جا که هستین شب و روزتون بخیر. امروز اومدیم جشنواره اسب پاریس رو با هم ببینیم. مرسی از فالو و سابسکرایب شما دوست عزیز. جشنواره اسب‌های خارق‌العاده هر ساله در هیپودرم وسن پاریس برگزار میشه. اگر یادتون باشه قبلا در مورد هیپودرم با هم صحبت کردیم. گونه‌های منحصر به فردی از این چهارپا در این جشنواره دیده میشه. از جمله اسب مینیاتوری، تاج که کوچکترین اسب جهان هست که فقط 50 سانتی متره. یک اسباب بازی مخملی واقعی. شایق، شاهزاده های جذاب و باشکوه که بزرگترین اسب جهان هست با بیش از 2 متر ارتفاع و 1 تن وزن با 9 نژاد و عضله های عظیم. و در نهایت اسب‌های سل فرانسیس که این نژاد منشأ فرانسوی داره با یک شخصیت ملایم اما ورزشکار قدرتمند. فرانسه کشوری با سابقه طولانی در مسابقات یورتمه در خارج از ایالات متحده هستش. این کشور اسب‌های هافبرد که اسبی بی‌پروا و نترس هست و اورلوف تروتر که قدیمی ترین و محبوب ترین نژاد اسب روسی هستش با جثه بزرگ، مقاوم و جان سخت که قدم برداشتن جذابی داره و نوروفوک با ساختار سبک و گام‌های محکم و بلوغ زودرس با آمیزش اسب‌های انگلیسی و هایبرید با مادیان قوی نورمن گسترش داد. این روند در اوایل قرن 19 شروع شد و اولین مسابقات یورتمه در سال 1806 آغاز کردند و در سال 1861 به رسمیت شناخته شد. سرگرمی‌هایی در طول روز برای پیر و جوان وجود دارد، حتی بچه‌ها. مثل مدرسه یونی که بسیار سرگرم کننده و آموزشیه برای یادگیری نحوه مراقبت از یونی‌ها و آشنایی با خوراکی مورد علاقه‌شون، نظافت و مراقبت پزشکی اونهاست. مسابقاتی در پیست اصلی انجام میشه که اغلب به عنوان صفحه پرش به سوی زیباترین مسابقات جهان عمل میکنه.
از جشنواره اسب پاریس. مرسی که هستید. ابینتو.